ایران نامی بود که امروز در این سالن بارها و بارها تکرار شد و اشک‌ها در چشم‌ها حلقه زد. همه در اینجا به فکر عزت و سربلندی ایران بودند و از پیشرفت‌ها و افتخارات ایران می‌گفتند. ما پیشرفت داشتیم، باور بکنید یا نکنید، اما همه این پیشرفت‌ها بدون مستشاران خارجی انجام گرفته است. ما خودمون این کارو کردیم. حتی کسانی هم که جزء سخنرانان نبودند، آنقدر هیجان زده بودند که از هر موقعیتی برای بیان حرف دل خود استفاده می‌کردند. خدا شاهده، اگه از کسی از من میپرسه در مسائل پروازی از کجا میای، دوست دارم بگم از ایران میام اول. اگه بگه اسمت چیه، دوست دارم بگم ایرانی. بگه فامیلت چیه، بگم بازم ایرانی. چون اصلا اسمم و فامیلم ارزشی نداره. در این همایش فقط ایرانیان نبودند، غیر ایرانی هایی هم بودند که گوهر ایران را خوب شناخته بودند. سالها است که خود را یک ایرانی میپندارم. برای اینکه این نقطه را ثابت کرده باشم، به فکرم رسیده که درخواست کنم پیکار من از مرگم در کنار زاینده رو، شهر زیبا و تاریک اصفهان نصف جهان، در جوار آرامگاه پروفسور آرتور مپن پوپ به حق سپرده شود. البته رئیس جمهور هم موقعی که پشت تریبون رفت، ایران دوستی این ایران شناس آمریکایی را این گونه پاسخ داد. آقای دکتر، آقای فرای، ما خودتون رو تو ایران میخوایم، بنابراین از طرف ملت ایران انشالله یه واحد مسکونی در اصفهان به شما هدیه میشه. هر مقداری رو که بخواید در اونجا در خدمتتون هستیم. یکی دیگر از میهمانان غیر ایرانی این همایش، جورج گالووی، نماینده پارلمان انگلیس و از فعالان حقوق بشر در این کشور بود. اسرائیلی که امتناع می‌ورزد از این که مالک صدها کلاهک اتمی و تکنولوژی موشکی و از طرف آنچه که به نام جامعه بین‌المللی نامیده می شود مجازات نمی شود، تهدید هم نمی شود، بلکه جایزه به او میدن، پول و پشتیبانی سیاسی و دیپلماتیک. بعد از این ابراز احساسات پرشور نسبت به ایران و ایران دوستان، نوبت رئیس جمهور بود که از ایران و ایرانی بگوید. اینجا ایران، هر جای دنیا که بریم، به هر شکلی که زندگی کنیم، هر کاری که بکنیم، یک کار نمیتونیم بکنیم، اون هم بیرون کردن عشق ایران از دل و جانمون هست. رئیس جمهور سپس به موضوع دشمنی‌های قدرت‌های جهانی با ایران پرداخت و علت آن را مخالفت ایران با شیوه مدیریت جهان به وسیله این قدرت‌ها بیان کرد. مدیریتی که عملاً تاریخ آن گذشته و کارایی ندارد. با یکی از رؤسای دولت‌های شرق آسیا صحبت می‌کردیم. گفتم اینقدر شما چرا 1 ساعت و نیم صحبت کرد با من که بالاخره آمریکا خیلی خطرناک است و چه هست و این نمیفهمه. دولت مردانش منظور ایشون بود. شما یه خورده حالا کوتاه بیاید.
من دستمو زدم رو، یعنی بعد از 1.5 ساعت فکر میکرد خیلی استدلالای قوی آورده. به من گفت حالا شما حاضرید یه ذره کوتاه بیاید؟ من گفتم نوچ. گفت چرا؟ یه دفعه موند. حتی من دیدم این اطرافیانش که اومده بودن چند نفر وزیر خارجه دیگه، اینا پریدن بالا کف زدن. معلوم بود اینا با هم شرط بندی کرده بودن که اونا میگفتن فلانی نمیپذیره، اون گفته بود من قانعش میکنم. من دستمو رو پاش گفتم شما چرا اینقدر میترسید از اینا؟ دم اینا کاری نیستن، اینا امروز در بنبستن عزیزان. دوره تاریخی اونها به پایان رسید. آقای احمدی نژاد تاکید کرد ایرانی اهل گفتگو و منطق است. ما اهل منطقیم، گفتگو کنید بسیار خوب، اما اگه خیال کنید یه چماقی بگیرید دستتون وایسید بالا سر ما بعد بگید گفتگو یعنی این که هرچی ما میگیم شما بپذیرید، بدونید چنین چیزی هرگز اتفاق نمیفته. من با یه ضرب المثل ایرانی، یه تعبیر ایرانی این که شرایط عوض شده رو گفتم. آقای دکتر حداد به من گفتن اینجوری نگو، یه جور دیگه بگو. من حالا دوتاشو میگم. یه مثالی داریم تو ایرانی ها، میگه بابا اون ممه رو لولو برد. آقای حداد بالاخره ایشون معلمن، استاد زبان فارسی، به من گفتن که بگو آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت. رئیس جمهور برای اثبات این موضوع که ایرانی اهل گفتگوست یک پیشنهاد مطرح کرد. دولت آمریکا اعلام کرده ما حاضریم گفتگو کنیم، در سطح بالاتر هم گفتگو کنیم. این بسیار ما اهل گفتگو هستیم، در سطح بالاترش هم اهل گفتگو هستیم. ما قرار انشالله آخر شهریور بیایم برای نشست مجمع عمومی، آماده هستیم بشینیم با آقای اوباما رو در رو، مرد و مردونه، البته آزاد و در برابر رسانه ها، مسائل جهان رو بذاریم رو میز، ببینیم راه حل چه کسی بهتر است. رئیس جمهور در این حال تاکید کرد گفتگو باید بدون فضای تهدید و فشار باشد، چون با قطعنامه دادن کاری از پیش نخواهد رفت. آقا قطعنامه میدیم، خب قطعنامه بدید. چند تا دادید تا حالا؟ 4 تا؟ انقدر قطعنامه بدید که بشه 4000 تا. متوجه نیستن که هر یک قطعنامه‌ای که صادر می‌کنند سند محکومیت و رسوایی خودشونه، دارن خودشون و نظام برآمده از اراده خودشون رو زیر سوال میبرن. آقای احمدی نژاد به برخی فضاسازی‌های اخیر غربی‌ها بر ضد ایران هم اشاره کرد و پاسخ آنها را اینطوری داد. باز به یه خبرنگاری صحبت میکرد راجع به همین مسائل که آقا شما نگران نیستید که بخوان مثلا حمله‌ای بکنن چیزی. گفتم نه، به نظر تو کی میخواد حمله کنه؟ گفت حالا. گفتم نه حالا نه، کی؟ یه خورده منمون کرد و اینا و بعد گفت این رژیم صهیونیستی. گفتم کی؟ گفت رژیم صهیونیستی. گفتم اون اصلا تو معادلات ما نیست، اون کوچکتر از اونه که بخواد از این غلطا بکنه. اون که اصلا عددی نیست، گنده تر از اون هم عددی نیستند. در این مراسم تمبر یادبود همایش ایرانیان هم ثبت شد. جناب دکتر ملکزاده، جناب دکتر منوچهر متکی در این پرده برداری این تمبر تاریخی حضور دارند و به یادگار میگذارن این نشان را از خودشون. جناب آقای دکتر حداد عادل، ریاست محترم فرهنگستان این مهر را بر روی
تمر یادگاری زدند. ریاست محترم جمهور جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد، یادگاری که در این گنبد دوار بماند.